به هر ارزشی که نباشد ما باید همین احترام از دست رفتمون برگردونیم، چون که بازم تاکید میکنیم ملت های آینده ما را نخواهند بخشید و امروز مردم اذیت دیده تاجیک در منطقه وارخ واقعا نیاز به کمک ما و شما دارد. عزیزان تاکید میکنیم که اگر لازم باشد ما انشاءالله حدود 10-15 هزار مهاجر آماده ایم که در پهلوی سرحدبانای تاجیک در مرز تاجیکستان از مرز خاک و وطن حمایت کنیم و در پهلوی سرحدبانای خودمان بیستیم و اگر لازم شود جان خودمان فدای این مرز بوم وطن کنیم.